خوش آمدید. خوش باشید. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر. زحمت کردید. خدا شفا دهد. دوستان زنده باد. آقا رئیس رفت ها؟ ها؟ که بودن راهزن ها معلوم شد آقا ها؟ معلوم شد؟ آدم ترک نبوده است. بزودی میابیم انشالله. شکری بزرگ انشالله. بله به خاطر که رئیس رو یک ترک نکشته است شکر بزرگ. بله همین خیلی. ملت ترک زنده باد. تو را که جواب میدهن از بیمارخانه؟ فقط تیر خراشیده گذشته است آقا. میکروب ندارد گفته باز یک روز نگاه میداشتند. اما فردا از پس آن سگ هایم. چیزی که شود نشود از پس آن سگ هایم. هم خبردار باشید یک مدت در این جای ها نمیشوم تا اینکه یافتنی آن پلیدی پستی ماچا. آرام شو یگید، خودت رو پاره پاره نکن. برابر یافتن آنها رو به عدالت میسپاریم. سلامت باش. شما رفته استراحت کنید. پس از چند ساعت تماس میگیریم. خوب این خیلی باشد با تو زحمت میشود. در همین جایست، من در همین جا میفرایم. خیر من هم در اینجا فرایم. خیر تو بازدید. ما انسان هایی هستیم که جانمان هر لحظه در خطر است. مجبور نیستی که با ما باشی، با ما کار کنی. یعنی اگر از من پرسی تمام پرسم میگویی. تو اینقدر آدمی دغل هستی؟ یک ایست در همین جا. این کار به اون مانند نیست که خود پسندانه حرکت کرده از عهده همش برایی. شنیدی؟ آن انسان ها رحم ندارند. چشمانشان را خون گرفتند. دستشان هر لحظه در سلاح. هم تو تا امروز به سلاح حقیقی دست رسوندی ها؟ با کجا ها؟ مرحمت. دیگرهایش از آنی تو این را سلاح دوربیندار خیال کردی به فکرم. مرحمت. یا هدف را به نشان گرفته قلن رو زیر کن یا پوشیده شود آن دهانه که بسیار گپ میزند. میدانی چی؟ تو خیلی بدی. با یک زن چه خیلی صحبت کردن لازم است حتی همین را نمیدانی. بیهوده به تو دیوانه نمیگویند. دیوانه خالی کم است به تو. دیوانه تیاری. دیوانه تیار. این است به تو زیبنده. مرحمت چه بوده است توگرل برادر؟ خوب گفتیم. سبب این دعوتت گشتین دستی باشد. اگر خاطر نشو در خاطرم است. حل میکنیم آن کار رو وقت خالی یابم. نه برادر آن کار تمام. جوان مردی، دل و دستت سالم است. بیا بفرما چای ما رو بینوش. خیلی خوب. در این زمانه با جوان مرد روبرو شدن آسان نیست. از این مدت اعتبارا مرا یک برادر و یک همراه دان توگرل برادر. زنده باشی. خیر مالش من یک چند کار دارم. بعد وا میخوریم. چه خیلی که شاعر میگوید جاربی که چنگ میروید استراحت میخواهد. موی دراز باشد بروش میخواهد و جوان مرد باشد دوست میخواهد. تو لایق این سخنها هستی. آدم بر این آدمی. سلامت باش توگرل برادر. نغز روید. خانم ویلدن؟ خوب میدانم در داخل همین هفته است. تو مرا نادرست فهمیدی جانم. من به تو برای دادن این آمدم. والله. مرحمت. خواهید سوزانید و خواهید درانید. مرحمت. سبب؟ سبب چی هم میشد؟ خوبی خوردکه که کردن خواستم به تو. میدونی به هر کس نمیکنم. خواهی اگر دیگر حجت ها رو هم میتوانم بدهم. یعنی مثلا یک شام در سر خوراک این خیل
یعنی از کجا دانم باز صمیمیتر باز به هم دیگر نزدیکتر با یکدیگر این رو صحبت میکردیم. خیر میلش تو این رو فکر کن، بعد به من یک الا کن تمام، بعد به خدا قسم من در وقتش میآیم. بوسیده شدید. از آن شما هم خورید جناب سالم. خیر میبینیم مردم بد است و یا من بدم. من بسیار هیجان دارم میجیم. یکی پدرت مرا دوست ندارد چی؟ دوست میدارد. هم پدرم چیزی که من میخوام آن رو مطلقا میگیرد. خاطر نشو تو بیلاش. هم تو با من خیلی مناسبی. خانم جیم چه خیلی هستید؟ خوب هستید؟ تشکر زیاد از شما پرسیم. ما هم همین خیلی گشتیم، اما چی دروغ گویم وقتی شما را دیدم بحر دلم گشوده شد. گربه‌تون در همین جا است؟ عجبا. بله در همین جا است، در تگ میز. بابیش برو بابیش. بسیار شوخ هستید خانم جیم. من باتر باز میآیم باز. میفرمایید. بسیار گردن شخ هستین. باز مرا بسیار دوست می‌دارد. آدم نیافتی که مسخره کنی. حیف عشق من شوی تو. شوخی‌هایت از سرت ماند. تو باز برای چی میخندی؟ بسیار خنده‌آور است ها؟ اینجا بیا اینجا. تو دوست است یا دشمن؟ باز میخندی لبات گیس کرده. اینجا بیا. بخیر است نجیه خوب نمی یک چیز میپرسم اپای ویلدا. شما باری هم در تگ آب آتش درگیرانده اید؟ یا اینکه به دعایی که نمی شود آمین گفتن چی معنی دارد میدونید؟ دردت را فهمیدم گویم دروغ می شود. همین را روشن‌تر میفهمانی؟ اپا جان دردم دوست داری است. یک پسر دیوانه را دوست داشتم. دیوانه‌وار دوست می‌دارم، اما معنای یک کس دیگر را دوست می‌دارد چیست خوب می‌دانم. اما درد تو خرد است. آن همین قدر خرد است. اپا جان همین قدر هم دوست داشته می‌شود؟ می‌شود. اگر یک کس را دوست داری، آن همین قدر به اندازه مقدار یک قطره اشک کافی است. خاطر نشو، همش خودی از همین شروع می شود. خیر، پدرت چیکار است گفته بودی جوان مرد؟ زرگر است جناب، با تجارت طلا و تنگه مشغول است. همین خیل. بسیار خوب است، بسیار خوب. بین، دختری من بسیار برای من عزیز است. سلام دوستان، من ادمین کانال فیلم های ترکی HD که فیلم یگیت رو برای شما پیرواد کرده، یعنی با دوبلیاژ در آورده پیشنهاد کرده ایستاده است. مراجعت من به شما همین است که با نام یگیت گندوزال یک کانال نو شدم در یوتیوب. می تواند این کانال تنها با دستگیری شما پیش رود دوستان. اگر خواهید که کانال من پیشروی کند، پس ابونه شده دستگیری کنید دوستان. در جواب دستگیری هایتان من برای شما فیلم یگیت رو 10 دقیقه دوبلیاژ کرده در کانالم میمونم و شما آن رو با زبان تاجیکی و با صفت فول HD تماشا خواهید کرد. و میخواهم در آخر این رو تاکید کنم، اگر چقدر دستگیری زیاد شد، همان قدر قسم های آینده فیلم یگیت با زبان تاجیکی زودتر میبراید. و حالا من برای شما نشان میدهم که چه خیلی درست ابونه شدن ممکن است در کانال. خوبش همش رو من در اکران نشان میدهم و شما همین گونه عمل میکنید. دوستان، هنگام ابونه شدن در کانال فراموش نکنید گریان کردن زنگولچه رو، زیرا زنگولچه برای آن کمک میرساند که هنگام ادمین ویدیوی نو داخل کردن در کانال به شما خبرش یکمی شده میآید. سیلکای کانال باشد در کامنتاری ذکر پیت کرده شده است. می توانید از آنجا در آمده ابونه شوید. و به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم مرا درست میفهمید و دستگیری میکنید. دستگیری شما پیشروی ماست.